میجمع و چی فایده داره فقر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زمانی میشه که امتای من میگه لباسی به بر میکنن میگه که او لباس میگه جواب دهنده فقر نیست. شاید همین زمانی ما میگفت کرته دارن انمی پلاس یا حوزی ماده شدگی همه در حساب کرته داخل میکنن. من فکر میکنم او کرته نیست، او لباس نیست، لباسی که زینت میشه، لباسی که عضو بدن زن معلوم میکنه او لباس نیست. زن لباس میپوشه که کسی برای او پنهان باشه، زن لباس میپوشه که عضو بدن او پنهان باشه. چگونه او لباس بوده؟ سینه او بر علا معلومه، دنبای او بر علا معلومه، اشکم زن که 2 تا 3 تا تولد شد سوس میشه میجنبه بر علا معلومه. چی او لباس باشه چی نه؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها در تابستان تا 60 گرادوس عربستان گرم بود. او حضرت بجوز شوهر و پدر و کس دیدگی نبود، اما در همین گرمی ها بجوز چادری پوشیده است، کرته بخمالی میپوشید. 60 گرادوس گرمی ده و کسی نمیدید در درون خانه کرته بخمال میپوشید. ما یا پپلین تو مکه میکنیم با او را چکار کردیم؟ پلاس کردیم از 2 پاره دامن چوب کردیم. او چی فایده داره برای باش؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گونه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگردن، اونا تاجیکن. اگر حاج هوایی در روشان بگه که تو مسلمان نیستی باور تو میزنن میکشتن، لیکن خودش بخبره که ایران شریعت تماما دور شده گرد. او سطر که دستش او سطر هرگیز نیسته، سطر برای پوشانیدن زینت گردن تر، برای پوشیدن یعنی فرضهایی که الله در قرآن شد. او چی گونه سطره که تو هم خیلی مختم کردی گیر گردن تاو دادی، گردن باریکت معلومه. یک سرپا میگیری میپوشانی سر همه جا تفته در گردنت چگونه گوشکار داری معلومه. و سطره و سطر نیست، شاید تماما در سطر داخل هم نمیشه. میگه که برای بدنی که تو او را سایبان باید کنی، سایبان از حجاب است. این هرگز مال عرب و ایران نیست. خوشبحال عرب و ایران که چندین سالها از ما و شما پیشتر اسلام در بیفتن و پوشاندن زناشان خداشان. امروز وقتی ما میپوشانیم میگن که مال عرب، این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زن است تا اینکه لرزش همون دنبش و سینه‌ش و دیگرش مرد نامحرم تماشا نکنه. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه و مانند همون کرسه های گفتگی. اما خواهرها مادرها آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای کرزه در گردن ما و شما رسانیدن، خواه او خواهر مونه، خواه او فرزند مونه، خواه همسایه، خواه کلینی همسایه، خواه دختر خودمونه، باید که ما رسانید. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا، ای آنانی که میگه ایمان آورده خود و خانواده‌تان را از آتش جهنم برهانید. رهانیدن آتش جهنم همینه. هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و سطر فرضه باید ما به دیگران برسونیم. امروز گفتن حکم شوهر واجب حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم. امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها وسوسه میکنن. اما حال آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا زمانی میشود که به سر هر مرد 50 زن وای میشود تغری میبیاید. در او زمان خدا بگه که ما شما خداوند در او زمان خلق نکرد، چیکار میکردیم؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشه. زنهایی هستن که کلانسا و شجم در 40-50 در 30 رفتگیان شوهر ندارن ولی هم میخواهن همین گونه خوبی های از جانب مردها به اونا رسه، ولی هم میخواهن شوهر داشته باشن، ولی هم میخواهن که مهربانی فهمن چیه. او چیزی که برای خود تنها دسترسی و لایقی که نمیشه در روز قیامت. وقتی که ما پیرو حبیب الله باشیم، آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم. با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برآمده گیره خونی که خداوند خود در قرآن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا. اما باید همین شوهرایم فهمن که عدل کرده تونن در بین همین 2 زنها. امروز زنها میگه خود نساز خورانده پشونده نمیتونه چگونه زن گیره.
حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط لولکاو میخوردن یا کرتای رنگ برنگه میپشیدن یا خونه‌های تکیز داشتن؟ نه، چهار خونه خاصی بود. الحمدلله در تلویزیون برآوردن تماشا کردیم. خونه‌های زناش دید چگونه بود، اما الحمدلله داشت چهار زن. دیگر امت‌های پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نفس دنیا ما یا غلبه کرده. کمبغل‌ترین شخص خانه از مهمان شد، دسترخوانش الحمدلله پر است. این بهترین نعمت از خداوند ما را در همین زمان خلق کرد. همه نعمت برامون ارزانی داد. کجا بود اون معرکه‌های به همین یاسین؟ وقتی من کودک بودم همچنین معرکه‌ها نبود. فقط مشکل کتاب بی‌چندگی میگفتن، دو غزل میخوندن به هوای تمام یا افسانه بابای خورکس تمام. حاجی الحمدلله خوش به حال یاسای حاضره. هر کجا میشنن معرکه امر معروف نهی منکر. در خاندان چیستی دیست میمانی به حضور گوش کده چی. امروز عالم رئیس جمهور اجازت نمیده در منبر کنه دعوت کنه دیسکات مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومده اگر چند قی که خواهی الحمدلله هست. در کدام باره میخواهی گیر دیستمون گوش کن. کدام عالم میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترین است خواهرام. زمانی ما مایده بودیم پدر ما ملا بود، دروازه قلف میکردن و قربه میخوندن. چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم پیاله ها در دستشون روزای ما میخوندن. من الحمدلله تعالیم 71 به همین عمر یوشیما من همین روزه دیدگیم. با ما دخترای ملا گفته همین خیلی هر روز باید ما دوسته میبرامدیم جواب میدادیم. توی ملا دخترش سخت میقفت چی میگوته؟ میگه الحمدلله خوش به حال یوشای حاضر است. الله میگه دوست می‌دارم بنده توبه کننده آنی که فهمید و توبه کرد من انشاءالله بخشنده و مهربانم. اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد باز هم دوام داد.